سلام، هاشمی هستم با مجموعه ویدیوهای HP زرتو اوورویو در خدمت شما دوستان عزیز. از طریق لینک هایی که مشاهده میکنید میتونید با بنده در ارتباط باشید. توی این ویدیو میخوایم در رابطه با ژورنال صحبت کنیم و اصلا بگیم ژورنال چی هست. ژورنال داینامیک ریکورد هایی هستند از هر چک پوینت. توی ادامه ویدیو در رابطه با چک پوینت و تفاوتش با ژورنال و اینکه چه ارتباطی با هم داریم صحبت میکنیم، ولی فعلا این رو در نظر داشته باشید که یک سری ریکورد هستن که به صورت اتوماتیک از هر چک پوینتی ساخته میشن. توی ویدیوهای قبلی هم صحبت کردیم که ما نهایت میتونیم 30 روز تاریخچه این ژورنال ها رو داشته باشیم و توی این 30 روز حالا میتونیم میلیون ها رکورد در واقع داشته باشیم. میتونید حساب کنید دیگه، هر مثلا 5 ثانیه یک بار این چک پوینت ها داره و این ژورنال ها داره ذخیره میشه. خب اینها رو بذارید، میتونید ببینید که توی هر روز، هفته یا ماه چند را در واقع پوینت دارید. میتونه هزارها یا میلیون ها پوینت داشته باشید. این ژورنال به شما کمک میکنه که از طریق یک فایل یا در واقع از طریق اون دیتایی که دارید یا در واقع اون VMی که دارید رو در حد چند ثانیه زمانی که دیزاستر اتفاق میفته برش گردونید. خیلی به شما کمک میکنه، یعنی در واقع هم RPO و هم RTO شما رو نزدیک به صفر قرار میده. دوستان بارها گفتیم این صفر نیست، بعضی موقع میشه 5 ثانیه، 10 ثانیه، 1 دقیقه، بستگی به اون سرعت عمل در واقع شما هم داره که توی ویدیو قبلی گفتیم چقدر طول بکشه نرم افزارهای مانیتورینگت و این رو شما بفهمی و بعد بخوای دست به کار بشی و دیتات رو برگردونی. خب بریم ببینیم ژورنال چجوری کار میکنه. اول همه این که زمانی که شما دارید یک VPG میسازید، همون موقعی که دارید VPG رو در حین اینکه VPG دارید میسازید باید بیاید و ژورنال دیسکتون رو مشخص کنید. پس این نکته اول. نکته دوم چیه؟ نکته دوم اینه که تغییرات یا همون رایت ها از سایت پروتکتد شما به سایت دیزاستر شما انتقال پیدا میکنه. پس ژورنال شما در واقع روی سایت مقصد ذخیره میشه. نکته سوم چیه؟ این بسته های 16 مگابایتی هست ماکسیموم در واقع که دیتا یا اطلاعات انتقال پیدا میکنه، ولی توی درجه اول دقت کن، توی مرحله اول ترتیبش مهم نیست. بعدن که میره در واقع توی سایت مقصد اونجا ترتیب گذاری میشه و به ترتیب با استفاده از اون در واقع ژورنال ها و دیتا هایی که خودش داره اینها رو مرتب میکنه. همین امر باعث میشه که سرعت عمل این فرایند سریعتر باشه، در فضا در واقع صرفه جویی بشه و خیلی موارد دیگه. بریم با هم مشاهده کنیم ببینیم چه اتفاقی میفته. خب اینجا ویاره مبدأ میده به ویاره مقصد. ویاره مقصد دیتا رو روی دیسک ذخیره میشه و این دیسک با توجه به اون مقدار در واقع چک پوینتی که شما در نظر گرفتید یا ژورنال هیستوری که شما در نظر گرفتید هی بزرگتر میشه. پس این رو در نظر داشته باشید که اگر اینجا مثلا میگم 100 گیگابایت دیتا داشته باشید، قطعا اینجا بیشتر 100 گیگابایت دارید. و چه اتفاقی میفته؟ اینجا ابتدای اینیشیال سینک اتفاق میفته توی مرحله بعد در واقع اول و این تفاوت دیتا هی ارسال میشه. در رابطه با نحوه سینک و تایپ سینک ها توی 2 تا ویدیوی بعدی با همدیگه میریم ببینیم چه اتفاقی میفته. خب همونجور که توی این عکس شما مشاهده میکنید، با استفاده از اون ژورنال ها و اون فایل هایی که در واقع اطلاعاتی که در واقع داره رد و بدل میشه، میتونید تاریخچه ژورنالتون رو ببینید. مثلا اگه دقت کنید توی این تصویر نگاه کنید، ساعت 2:56 دقیقه و 44 ثانیه شما یه چک پوینت داری، 2:56 دقیقه و 39 ثانیه یه چک پوینت دیگه. یعنی از پایین اگر شما بیاید به سمت بالا نگاه کنید تقریبا میشه بگید 5 ثانیه یک بار اینجا دارید. حالا یک سری مواقع ممکنه اینجا یه اتفاقاتی بیفته و 5 ثانیه نداشته باشیم که توی ادامه ویدیو در رابطه باهاش صحبت میکنیم. مورد بعدی چیه؟ مورد بعدی اینه که شما اگر اومدید و گفتید که من 4 روز میخوام یا 4 ساعت میخوام در واقع دیتام رو در واقع داشته باشم، دقت کنید که اگر فضای کافی داشته باشید خب اوکی،
میاد چیکار میکنه؟ از در واقع فیفو یا فرست اینپوت فرست آوتپوت از این مکانیزم استفاده میکنه، میاد دیتاهایی که در واقع شما به 4 روز رسیدید، دیتاهایی که مثلا 4 روز و 1 ثانیه هست به طور مثال، میاد اول نوشته میشه روی دیتاهای قبلی تا بتونه اون فضا رو پر کنه و ممکنه هست اون فضا هیچ موقع پر نشه. حالا اون فضا رو چجوری تعیین کنیم توی ادامه در رابطه باش صحبت میکنیم. یه بار دیگه بریم با هم دیگه ببینیم چه اتفاقی میفته. پس زمانی که شما میاد میگید من 4 ساعت میخوام ژورنال داشته باشم، مثلا از ساعت 8 صبح شما شروع کردید وی پی جی تون رو ساختید، میخواید تا ساعت 12 این رو داشته باشه و حالا مثلا 12 تا ادامه، مثلا 12 و 5 ثانیه اینجوری بگیم. این میاد چیکار میکنه؟ روی در واقع 8 و 5 ثانیه نوشته میشه. این رو دقت کنید بچه‌ها. پس ژورنال هیستوریتون رو در واقع اون هاو ماچ هیستوری که شما دارید رو باید تعیین کنید و وقتی که تعیین میکنید میاد از اینجا یکی یکی مینویسه تا اون فضا رو در واقع پر کنه. و اینو دقت کنید که میگم اگر فضاتون بیش از این اندازه باشه این فضا همیشه خالی میمونه، ولی اگه فضا مثلا در این حد باشه به شما حالا صاف لیمیت و هارد لیمیت رو در واقع ادامه صحبت میکنیم و به شما ممکنه وارنینگ بده یا اینکه اصلا ریپلیکیشنتون دچار مشکل بشه. پس این مورد رو در نظر داشته باشید که اگر فضا اینجا مثلا زیادتر بود این دیگه نمیره از اون فضای خالی استفاده کنه و این بازتون رو بیشتر نگه داشته باشه، نه میره روی اولی مینویسه. چند تا نکته رو باید ما در نظر بگیریم. نکته اول، ژورنال ها روی ریکاوری سایت شما ذخیره میشن. چرا؟ بریم منطقش رو ببینیم چیه. زمانی که پروداکشن سایتتون فیل میشه باید دیتاها تو سایت دیگری باشه که شما بهش دسترسی پیدا کنید و اونها رو برگردونید. پس منطقش اینه. مورد اول. مورد دوم چیه؟ فضای بیشتری شما توی سایت پروداکشنتون نیاز ندارید. یعنی ژورنال ها چون توی سایت ریکاوری سایت یا سایت مقصدتون دارن ذخیره میشن، پس توی سایت مبدا شما فضای در واقع بیشتری نیاز ندارید. بریم نکته سوم. دیتاهای بروزتون شما همیشه توی ریکاوری سایتتون وجود داره حتی اگر سایت مبدأتون دان بشه. نکته چهارم چیه؟ در واقع دیفالت ژورنال هیستوری 24 ساعته. خب خیلی نکته مهمی نیست چون این رو ما همیشه تغییر میدیم و با توجه به نیاز سازمانمون اون رو مشخص میکنیم. نکته پنجم که بیزینسی بیشتر هست تا فنی اینه که شما باید تایم فریمتون رو بر اساس سازمانتون، بیزینس پلنتون و موارد دیگه در نظر بگیرید و با توجه به اون بیاید مقدار استوریجی که توی ریکاوری سایتتون نیاز دارید رو مشخص کنید. ببینید من خیلی تاکید میکنم که شما باید اون ژورنال هیستوریتون رو مشخص کنید و اینکه تفاوت هاتون رو در واقع تفاوت اون دیتاتون رو هم باید به دست بیارید با استفاده از وی سنتر، با استفاده از در واقع ویرلاز اپریشن قدیم یا آریا اپریشن جدید. اینها میتونید این آی او تون رو به دست بیارید. هر چی آی او در واقع بیشتر داشته باشید فضایی که شما هم ممکن نیاز داشته باشید بیشتر باشه. حالا زرتو قابلیت خوبی داره، میتونه آلرتینگ به شما بده زمانی که دارید به اون ماکسیموم در واقع فضا نزدیک میشید. یک ساف لیمیت و هارد لیمیت داره که توی ادامه در رابطه باهاش بیشتر صحبت میکنیم. بریم ببینیم که توی کانفیگ چجوری اینا رو ما باید تنظیم کنیم. نکته اول چیه؟ زمانی که شما وی پی جی دارید میسازید این رو دقت کنید. زمانی که وی پی جی داره ساخته میشه یه قسمتی داریم به نام ژورنال هیستوری. خب اون در واقع هیستوری یا زمان بندیه که شما انتخاب میکنید. یک روز میخواید دیتاتون باشه، 2 روز، 1 هفته تا 30 روز این رو میتونید انتخاب کنید. تارگت آر پی او آلرتتون چیه؟ در واقع اگر یه مشکلی پیش اومد، یه اتفاقی افتاد که به اون آر پی او تون نتونستید برسید، حالا سایتتون دام شد، خطتون قطع شد یا هر اتفاق دیگه، فضای ذخیره سازیتون یه مشکلی براش پیش اومد، هر چیزی که بود، اینجا به شما بعد از 5 دقیقه که به اون دست پیدا نکرد به شما آلارم میده. خب بریم روی این گزینه ادوانس کلیک کنیم و ببینیم که چه اتفاقی میفته. زمانی که روی گزینه ادوانس کلیک میکنیم ما چند تا اینجا
مورد رو میبینیم. یکی ژورنال هیستوریه که خب هم در رابطه باهاش صحبت کردیم. دیفالت ژورنال دیتا استوره که میگه دیفالت باشه یا اینکه نه، میتونید دیتا استوراتون رو مشخص کنید و بگید مثلا رو دیتا استور 1 باشه، 2 باشه، 3 باشه، روی چه هاردهایی باشه، روی چه استوریجی باشه. خب این خیلی طبیعیه، میتونید مشخص کنید. میریم سراغ ژورنال سایز، هارد لیمیت و سافت لیمیت ببینیم چی هست اینا. با استفاده از سافت لیمیت دوستان شما میتونید یک ترشولد وارنینگ در واقع داشته باشید. یعنی چی؟ یعنی اینکه فقط بهتون وارنینگ میده توی سافت لیمیت. اینا در نظر داشته باشید. شاید دوستان با کدها در واقع توی ویندوز سرور یا جای دیگه کار کرده باشن، توی حالا NFS یا توی فایل شیرینگ یا هر چیز دیگه کار کرده باشید، شبیه به همون سافت لیمیت و هارد لیمیت. اگر شما به سافت لیمیت رسیدید بهتون فقط وارنینگ میده، آلرت میده که آقا داری به هارد لیمیتت نزدیک میشی. پس سافت لیمیت فقط جنبه در واقع آلرتینگ و هشدار دادن هست. خب خیلی طبیعیه دیگه. شما اگر بازه زمانی بیشتری انتخاب کنی، فضای بیشتر نیاز داری. بازه زمانی کمتری در واقع انتخاب کنی، فضای کمتری نیاز داری. بریم ببینیم چه هارد لیمیت چیه. زمانی که شما هارد لیمیت رو تعیین میکنید، مثلا اینجا تعریف کرده 150 گیگابایت. اگر به اون 150 گیگابایت رسیدید و اون فضا پر شد، دیگه ژورنال برای شما انجام نمیشه. خب برای اینکه بخوایم از این جلوگیری کنیم و اگر فضا نداشته باشیم باید چی کار کنیم؟ باید اون فضامون رو افزایش بدیم یا اینکه هیستوریمون رو کاهش بدیم. این نکته هم در نظر داشته باشید که این قسمت رو خیلی بهش دقت کنید. میگه VPG protection continues less history may be saved. دقت کنید میگه چه؟ پروتکشن VPG تون ادامه پیدا میکنه ولی هیستوری کمتری رو ممکنه سیو کنه. ممکنه هم هست فالت بهتون بده. خب یه نکته دیگه هم که اینجا باید توجه داشته باشید در رابطه با IO این هست که اگر شما ریت IO تون بالا باشه نیاز به فضای بیشتری دارید. اگر ریت IO تون کمتر باشه نیاز به فضای کمتر داشته باشید. یعنی اگر ریت IO کمتر باشه، مثلا فرض کنید 10 ثانیه یک بار دیتا میاد، درسته که این میاد 5 ثانیه ذخیره میکنه ولی فقط اونجا چک پوینت براتون میسازه ولی از فضا دیگه استفاده نمیشه. پس اینجا ما فهمیدیم که یک هیستوری روی فضا تاثیر داره، دو این IO ریت هم روی فضا مؤثر هست. خب بریم توی این اسلاید در رابطه با اون محاسبه سایز ژورنال یه چکوتیچی با هم بکنیم، ببینیم آیا میشه اصلا محاسبه کرد در واقع دو تا 4 تا با هم داشته باشیم. اگر VM شما 1 ترابایت فضا داشته باشه و چنج ریتتون 10% باشه، یه حساب سرانگشتی که بکنید میگه خب اوکی من در واقع 102.4 گیگابایت پر دی تغییرات دارم. خب میاد حساب میکنه دیگه. میتونید با استفاده از بکاپ حساب کنید، با استفاده از وی سنتر حساب کنید و بقیه مواردی که هست. یه 2 تا 4 تا میکنید میگه اوکی پس من تغییراتم نزدیک به 4 خورده‌ای توی هر ساعت هست. میام میگم اوکی اگر فضام خیلی دیگه شدید باشه و خیلی فضام کم باشه، خیلی حساسیت بخوام خرج بدم، میگم اوکی من میام 17.07 گیگابایت برای 4 ساعتم در نظر میگیرم. اگر دست و دل بازی کنم و اینو بخوام 5 حساب کنم، میام میگم خب 20 گیگ اینو در نظر میگیرم برای ژورنال هیستوریم. بعد شد دقت کنید این برای چیه؟ ژورنال هیستوریه. شما یک فضای در واقع کل VM هم باید داشته باشید. پس فضای کلتون میشه چی؟ 1 ترابایت میخواید برای کل VM به علاوه، حالا من اگر این 20 گیگ رو با دست دلوازی حساب کنم میشه چی؟ میشه 1 ترابایت به علاوه 20 گیگ فضا. اینو بعد یه حساب سرانگشتی داره تا 4 تاییه. نگرانش نباشید. اگر دیدید که دچار مشکل میشید یا سخت براتون محاسبه، میتونید یه عدد تقریبی بذارید بعد اینو کم و زیادش کنید. حالا پروتکشنتون ممکنه به هم بریزه یا نریزه بستگی به اون فضایی که دارید، ولی خب با سعی و خطا هم میشه این کارو کرد. ابزارهایی هم خود زرتو داره ولی نیاز به ساپورت داره. این همه ما در رابطه با چک پوینت صحبت کردیم. بریم ببینیم چک پوینت ربطش با ژورنال چیه.
ژورنال میاد در واقع اون لاگ همه تغییرات ما هست، حالا در واقع اون اپلیکیشن دیتا یا هر چیزی که هست رو به ما میده. چک پوینت چیه؟ چک پوینت یه نقطه هست، ببینید اینجا دقت کنید، ژورنال لاجه ولی آیا اون لاجه صحیح هست یا نه، کمکی به ما میکنه یا نه، دیتایی از توش در میاد یا نه، شفاف هست یا نه. این ژورناله اونو چک نمیکنه، ولی چک پوینت میاد چکش میکنه، میگه اگر اون ژورنالی که در واقع اون لاجی که من دارم اوکی بود، دیتا کاملا سالم بود، ترتیب گذاریش رو میام انجام میدم و همه اینا تبدیلش میکنم به یک چک پوینت، به یک نقطه بازگشت مطمئن. پس چک پوینت میشه چی؟ یک نقطه بازگشت 100% مطمئنی که بدون هیچ اشکالی دیتای من برگرده. همه این کار رو چک پوینت به صورت اتوماتیک انجام میده و لیبل گذاری میکنه. حتی زمانی هم که حالا میخواید فیلوور تست و اینا انجام بدید، میاد اونا رو براتون لیبل گذاری میکنه و میتونید از اونا استفاده کنید. بریم اینجا با همدیگه ببینیم. ما یه سایت پروداکشن داریم، یه سایت دیزاستر. چک پوینت چه اتفاقی براش میفته؟ چک پوینت از سایت مبدا ارسال میشه به سایت مقصد، ارسال میشه روی دیسک شما و بعدا اینجا اکنالج میده به سایت مبدا شما که آقا این چک پوینتی که از اینجا رفته و روی دیسک ذخیره شده اوکی هست و میتونید ازش استفاده کنید. یه مفهومی داریم به نام رایت اوردر فیدیلیتی. بچه‌ها این در واقع میاد اون صحبتایی که قبلا انجام دادیم که ترتیب گذاری میکنه و اگر اوکی بود، چک پوینتاتون اوکی بود، مطمئن میشود که این چک پوینت ها اوکیه و یک کانفیرمی روی همه اون والیوم های وی ام میده و مطمئن میشه که همه چیز اوکی هست. در واقع مکانیزم تاییده، بخوایم به صورت خیلی خلاصه در رابطه باهاش صحبت کنیم. این تصویر رو با هم دیگه بریم ببینیم. نگاه کنید دوستان، ما اگر اینجا یک آی اوی داشته باشیم روی والیوم آ، فرض کنید این یه وی امه، ما اینو به عنوان یک وی ام داریم در نظر میگیریم، مثلا یه دیسک آ داره، یه دیسک بی داره یا هر چیزی که داره، یه آی اوی میاد سمت والیوم آ، یا آی اوی سمت والیوم بی. اینجا میگه چی؟ میگه آقا آی اوی در واقع آی1 و بی1 رایت شده، هیچ مشکلی هم نداشته، پس میاد اینجا یه چک پوینت برای ما میسازه، چک پوینت ولید. میریم دوباره میگه خب اوکی یه سری آی او دیگه میاد، پس چک پوینت دوممون رو میسازیم، اونم چک پوینت ولید. اصلا یه مدت زمانی هست وی ام بیکاره، هیچ ریکوست آی او سمتش نمیاد، پس باز هم میاد چک پوینتشو میسازه، ولی چی؟ فضایی از من اشغال نمیکنه، فقط چک پوینت میسازه. میریم در ادامه، اگر دیدیم که اینجا در واقع یک آی 3 ما باید اینجا داشته باشیم ولی نیومده، فیل شده، لینکمون قطع شده یا لینکمون مشکل پیدا کرده، هر اتفاقی که افتاده این بسته مشکل داشت، میگه اینها اگر به هم وابسته بودند من میام چک پوینت رو نمیسازم دوستان. پس چک پوینت ساخته نمیشه. چرا؟ با استفاده از اون مکانیزم رایت اوردر فیدیلیتی که داریم که چک پوینت ها با استفاده از اون میان برای من چک پوینت رو میسازند. پس اینجا میگه چی؟ میگه آی سند نشده، پس من چک پوینتم رو نمیسازم. این رو بس در نظر داشته باشید. حالا میاد چه اتفاقی میفته؟ میاد آ3 میرسه، بی3 هم میرسه، اگر اوکی بود میاد چک پوینت رو میسازه. پس این مکانیزم رایت اوردر فیدیلیتی یه مکانیزم تاییده در واقع که اگر اوکی بود رایت میکنه، اگر اوکی نبود رایت نمیکنه و اون چک پوینت رو نمیسازه برای ما. خب بریم سراغ این که توی ویدیوهای بعدی در رابطه با اون مواردی که الان صحبت کردیم، ببینیم چک پوینت هامون اصلا کجا باید بریم ببینیم. این مواردی که الان بهتون گفتم توی ساخت وی پی جی یا اینکه توی زمانی که وی پی جی ساخته شده بریم ادیت کنیم، کم کنیم، زیاد کنیم، یه سری موارد اینجوری رو با هم چک کنیم. امیدوارم که تا اینجای ویدیو لذت برده باشید. ممنونم که بنده رو همراهی کردید. موفق و شاد و پیروز باشید.